همین یک چیزی که تو درخت نجنبه برگش نمیریزه میخواسته اوه. همین یک کسی یک بدی کرد بعد همو را گپ میزنی مقصد درباره همو بدیش و خوبیش گپ میزنی میخواسته بله. برای که لیچنا پدری من 30 سال 35 سال زیاد 40 سال خچه بیمار کرد تیر خورد پاچش شکست هر کارشی در همین دولت تاجیکستان شد که رفت خدمت کرد ملیسا کار کرد چی کرد بیچاره ای قرتقش تا پایان شکمش اپیراتسیا داره صاحب خانه نشید солдатакое که نو 1 سال 2 سال کار میکنن میبینی که پرزیدنت چیشان داد کلیچشان داد هر یک کس میسوزه برای پدر مادرش که ما میده بدیم پدری ما در سر درسخون میشیش ساعت 4 شب زنگش میزدن که بیا فلان جو فلان گپن پدری من میخست پیش اوچم فرزندش میرفت جاش میشید ما پدر مانه یماها نمیدیدیم راست میگم. نمیدیدیم پدر ما نمیدیدیم امروز پدری من کسل ای قرتقش داد تا شکمش اپیراتسیا داره یک کس و نه پنسیا میتیه نه یارده میتیه نه صاحب خانه هستی همین یک کس یا چی باشه بعد همورا گپ میزنن گپی من نادرست نه نه راست میگوی خیلی سیستم یک تتن نیست بسیار خلقی سیستم. من چند دلار برآمدم گپ نزدم امروز نشید گپ زدم برای چی مرا علم میکنه در پرزیدنتی خودمان که من حاضی در غریبیم من یک فرزندم در پدرم مادری من گذشتگی من یک فرزندم من در غریبیم پدری من در تاجیکستانه پدری من داشت پنسیون نداره که مقصد که 30 40 سال فقط در ملیسگی کار کرده اگه گوش Assalomu که alaykum. خواهره گوش که Assalomu سمره alaykum. گوش و کردستم علیکم سلام. میگوی پدری ما پنسیون هم میگرفت یا ایچ اینجا نمیکرد مرم